معامله عشق دو طرف دارد. طرفی که عشق می‌ورزد و طرفی که به چنین رفتاری تن در می‌دهد. گاه باشد که عشق از جانب مرد باشد و گاه از جانب زن. گاه باشد که دلداده سرگشته‌ای بیرگی را با فروتنی، کندذهنی را با خویشتن‌داری زنانه، گیجی را با شرم دلپذیر و خلاصه گربه را با سمور اشتباه کند. گاه باشد که بانوی نازنینی الاغی را به شکوه و جلال تخیلات خود آراسته باشد. کندذهنی او را چنان ستایش کند که گویی سادگی مردانه است. خودپرستی او را چنان پرستش کند که گویی فرادستی مردانه است. بلاهتش را چنان پذیرا شود که گویی وقار شاهانه است و او را چنان به کار گیرد که آن پری درخشان تیتانیا بافنده ای را در آتن به کار گرفت.